سلام. خب امروز چند تا از ترازوهای دیجیتالی رو بهتون معرفی کنم که مناسب کارهای مختلفه. مثلا اگر شما کارتون سیار باشه، تقریبا این مدل ها بدون علمک و این مدل که بهشون میگن تاشو، ترازوهای تاشوه، 70 کیلویی داره، 90 کیلویی داره، 200 کیلویی داره. این ترازوهای تاشوه، تا میشه، ستونشون کاملا تا میشه این صورت. هم مناسب کارهای سیار، مناسب کارخونجات هم هست، بستگی به شغل شما. انواع ترازوهای دیجیتالی هست، سرتاس هست، ترازوهای نفرکش خونگی، ترازوهای زعفرانکش که این مدل ها میشه، و ترازوهای بدون علمک که باز مناسب کارهای سیاره. ترازوهای علمک دار هم داریم، از مدل های چینی گرفته که اینا میشه تا ایرانی. ایرانی هم این مدل الان ترازوی 70 کیلویی محک پرینتر داره و قابلیت نصب شدن به کارتخوان و بارکدخوان هم داره. ترازوی رادین بهش بارکدخوان و دوباره کارتخوان هم نصب میشه. برای قنادی ها، سوپرمارکت ها اینا استفاده میشه. هر مدلی بخواد داریم، 500 کیلویی، 200 کیلویی، 300 کیلویی. در خدمت مشتریان عزیز هست. این تلفن هم هست. کاری چیزی بود ما در خدمت، هم تعمیرات هم فروش.